به نظر شما یک فرصت تاریخی خواهد بود یا یک حسرت تاریخی؟ خب قطعاً که نمیتونه حسرت تاریخی باشه. با وجود شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی تا چه میزان میتونن وارد میدان بشن و نقش رو بر عهده بگیرند؟ جا برای همه واقعاً توی بنادر هست. 300 شرکت و شاید 35,000 نفر اشتغال مستقیم ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تو بنادر بود. دبیر کل وقت سازمان بین‌المللی دریانورد بارها در سخنرانی‌هاش و ملاقاتایی که داشتیم ایران رو به عنوان یکی از کشورها خیلی مؤثر در IMO علمداد می‌کرد. ما در شرایط تحریم الان هیچ گزینه‌ای و هیچ متقاضی برای اون بندر نداریم. ما باید تلاش بکنیم که این اپراتور هندی تحت فشار قرار بدیم که تعهداتشون رو عملیاتی بکنن. این اپراتور نتونسته یا نخواسته به تعهداتش عمل بکنه به طور کامل. دوران بسیار خوبی رو میتونیم برای بندر چابهار متصور باشیم، بندری که میتونه به شکوفایی برسه. حال حاضر کشورمون ایران کدوم واژه درست‌تره؟ اقتصاد دریامحور یا توسعه دریامحور؟ به نام خدا، امروز در ایران میزبان یکی از چهره‌های شناخته شده و با سابقه حوزه دریایی و بندری کشور هستیم. مدیری خوشنام، اخلاق مدار که هم تجربه کار میدانی در بالاترین سطح و هم تجربه سیاستگذاری در سطح کلان رو در کارنامه خودشون دارند. امروز میزبان دکتر محمد راستاد، رئیس گروه حمل و نقل دریایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر عامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین نویسنده کتاب توسعه دریایی از ایده تا عمل هستیم. جناب مهندس راستاد، خیلی خوش آمدید. عرض سلام، تشکر از شما، در خدمتتون هستم. جناب مهندس راستاد، شما در دوره‌ای که سکاندار سازمان بنادر بودید، کشور با شدیدترین تحریم‌ها مواجه بود و هنوز هم هست. اگر بخواید چکیده‌ای از دوران مدیریت خودتون که در اون دوره داشتید یک جمله خلاصه کنید، اون جمله چیه؟ دورانی که با چالش‌های خیلی جدی مواجه بود ناشی از تحریم‌هایی که اعمال شد، به لحاظ اینکه به هر حال بخش دریایی کشور همه شقوقش به شدت متأثر میشه از تحریم‌ها. پس بنابراین ما باید تلاش می‌کردیم تا بتونیم این چالش‌ها رو مدیریت بکنیم و در واقع بخش دریایی کشور بتونه به حرکت خودش ادامه بده. چه درس نکته‌ای برای حال حاضر دارید از اون دوران؟ من فکر میکنم که با توجه به این که ما خب طی این سالهای طولانی تجربیات زیادی پیرامون آثار و تبعات تحریم بر صنعت دریایی کشور به طور عام اگه بگیم، حالا یعنی شقوق مختلف صنعت دریایی کشور به دست آوردیم، طبعا باید از تجربیاتی که به دست اومده حد اکثر استفاده رو ببریم برای اینکه رویه ها و مسیرهای اجراییمون رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم تا حد اکثر خروجی و در واقع بهره برداری از ظرفیت هامون رو داشته باشیم و اون تأثیری رو که بخش دریایی باید روی اقتصاد کشور بذاره بتونیم در واقع اون تأثیر رو در بالاترین میزان ممکن به دست بیاریم. بسیار عالی. جناب مهندس، به نظر شما برای حال حاضر کشورمون ایران کدوم واژه درست‌تره؟ اقتصاد دریامحور یا توسعه دریامحور؟ و انتخاب هر کدوم چه تأثیری بر روی سیاست‌گذاری‌ها خواهد گذاشت؟ ولی من فکر می‌کنم که هر دو یه جورایی با همدیگه قرابت دارن. یعنی وقتی که توسعه دریامحور اتفاق بیفته، یعنی اولویت توسعه به بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا داده بشه، به تبعش اقتصاد کشور هم شکوفا میشه. یعنی طبیعیه که دریا میتونه سهم ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم خیلی شاید الفاظ و واژه‌ها مهم نباشن. اصل بر اینه که ما به این باور و اعتقاد برسیم که باید تمام همتمون رو معطوف به این بکنیم که از ظرفیت دریا و برکات دریا بیشتر بهره ببریم. از ظرفیت‌ها که گفتید، میخوام اگه اجازه بدید به بندر چابهار بپردازم. با توجه به فراز و نشیب‌هایی که این بندر داشته، نقش واقعی چابهار رو در آینده تجاری ایران چی میدونید؟ ببینید، بندر چابهار یک سری خصوصیات ویژه‌ای داره، از جمله این که در نقطه‌ای قرار داره که به هر حال منتهی علیه جنوب شرقی کشور هست. میشه گفت در حال حاضر تنها بندر اقیانوسیمون محسوب میشه. عمق دسترسی مناسبی داره، میتونه بالاترین سایز کشتی‌ها رو پذیرش داشته باشه. از نظر پسکرانه و دسترسی به کشورهای محصور در خشکی جایگاه ویژه‌ای داره، کشورهای پیرامونی که محصور در خشکی هستن، آسیای میانه.
و طبعا این بندر یه بندر بسیار خاصی هست و به نظر من چنانچه ما بتونیم از ظرفیت‌هاش استفاده بهینه ببریم و در واقع بتونیم صاحبان کالا رو مخصوصاً کشورهای پیرامونی رو متقاعد بکنیم که این بندر یک مسیر مطمئن و مناسب برای صادرات و وارداتشون هست، دوران بسیار خوبی رو میتونیم برای بندر چابهار متصور باشیم. بندری که میتونه به شکوفایی برسه و طرح‌های توسعه‌ای هم که در اونجا اجرا شده از نظر کیفیت زیربناها و روبناها و تجهیزاتی که در اونجا گذاشته شده الان تقریبا میشه گفت که یکی از بهترین بنادرمون هست از نظر کیفیت زیربناها. بنابراین همه این عوامل رو باید در نظر گرفت که ما باید حساب ویژه‌ای برای بندر چابهار باز کنیم. با توجه به حضور سرمایه‌گذاران هندی توی این بندر و عملاً انجام نشدن کامل این سرمایه‌گذاری و برنامه توسعه اون، شما چه راه حل و چه راهکار فوری و عملی برای خروج از این بنبست و تسریع در توسعه بندر چابهار به عنوان یک استاد با تجربه تو این زمینه میدید؟ ببینید، به طور کلی جذب اپراتورهای بین‌المللی خارجی برای بنادر یک رویه خوب و مناسبی هست. اگر چنانچه اون اپراتورها بتونن بازار رو توسعه بدن، یعنی در واقع به واسطه جایگاهی که دارن علاوه بر حالا تامین تجهیزات و سرمایه گذاری هایی که باید انجام بدن و از جنبه مدیریتی هم طبعا بتونن خوب عمل بکنن، بتونن بازارهای جدید رو و فعالیت‌های جدید رو جذب بکنن به اون بندر. شرکت در واقع ترمینال اپراتور هندی IPGL مطمئناً با نیت اینکه از ظرفیت و اون پتانسیل هایی که بندر چابهار براتون من اشاره کردم بهره ببرند، علاقه پیدا کردن که در اونجا ورود بکنن و سرمایه گذاری انجام بدن. ادعای اونها طی سالهای حالا گذشته همواره بر این بوده که خب مثلا تأمین تجهیزات و ایفای تعهدات تجهیزاتیشون عمدتاً با مسائل و مشکلات ناشی از تحریم مواجه شد. یه بخشی از تجهیزات هم اونجا تأمین کردن، ولی من به طور کلی میگم به نظر میرسه که ما باید تلاش بکنیم که این اپراتور هندی، یعنی در واقع در قالب قرارداد تحت فشار قرار بدیم که تعهداتشون رو عملیاتی بکنن و چه بسا بتونن بارهایی که از کشورهای پیرامونی یا از کشور خودمون به مقصد هندوستان میره و بالعکس صادرات هندوستان رو متمرکز بکنن در بندر چابهار. و البته در کنارش ما نباید از ظرفیت و توانمندی‌های شرکت‌های راهبری پایانه‌های بندری خودمون، ترمینال اپراتورها، غافل بمونیم. اونها رو در واقع تشویق کنیم که در بندر چابهار تمرکز بیشتری داشته باشن. کشتیرانی جمهوری اسلامی الان خب تلاش کرده که یه بخش زیادی از کالاهاش رو، کالای کانتینری رو به سمت بندر چابهار هدایت بکنه و طرح‌های توسعه متناسب با روند تقاضا رو در دستور کار داشته باشیم که اون هدف غایی که برای بندر چابهار متصور بودیم رو انشالله بتونیم به سمتش بریم. در مورد اپراتور هندی خیلی انتقادات وارد هست از داخل که این اپراتور نتونسته یا نخواسته به تعهداتش عمل بکنه به طور کامل و باعث شده که این فرصت بندر چابهار از دست ما بره یا به نحو کافی از نتونیم از این فرصت استفاده کنیم. شما برای این موضوع چه پاسخی دارید؟ ببینید، ما در صورتی میتونیم فعالیت اپراتور هندی رو به چالش جدی بکشیم که صف سرمایه گذاران خارجی، ترمینال اپراتورهای بین‌المللی پشت این بندر باشن و تقاضا برای ورود داشته باشن. ما در شرایط تحریم الان هیچ گزینه‌ای و هیچ متقاضی برای اون بندر نداریم. تنها ترمینال اپراتور بین‌المللی که الان در بنادر ایران حضور داره و سرمایه گذاری کرده ترمینال هندی است و میخواد حالا بگیم سرمایه گذاری کنه. بعد اینجوری هم نیست که قرارداد اینها بقیه کل فضاهای بندر رو اشغال کرده باشه. اینا یه محدوده‌ای از بندر رو در اختیار دارن در قالب قرارداد بیوتیشون. و از طرف دیگه باید در نظر داشته باشیم که به هر حال یک از قبل بازار عظیم کشور هندوستان، یک کشور بالغ بر 1 میلیارد نفر جمعیت، یک فرصت خوبی میتونه نصیب
بندر چابهار ما بشه. اینا در مقاطعی اومدن کشتی‌هایی رو که از مبدأ هند به مقصد ایران بندر چابهار می‌بردن مشمول تخفیف کردن و این رو به عنوان یک سیاست دارن. بنابراین من در مجموع فکر می‌کنم که در واقع امتیاز و مزایای حفظ ترمینال اپراتور هندی نسبت به حذفش بهتر هست، به دلیل اینکه عرض کردم ما اصلا گزینه‌ای نداریم از نظر ترمینال‌های اپراتور خارجی. منتها ما ترمینال اپراتورهای داخلی هم داریم که توانمند هستن، میتونن در کنار در واقع ترمینال اپراتور هندی در بندر حضور و فعالیت داشته باشن. با توجه به رقابت کشور چین و کشور هند به ویژه در زمینه دریایی و بندری، آیا ما میتونیم از این رقابت هم استفاده بکنیم برای توسعه بهتر بندر چابهار، همون کاری که پاکستان داره انجام میده؟ چین و پاکستان در قالب اون کریدور اقتصادی چین پاکستان موسوم به سیپک، خب یک سرمایه‌گذاری قابل توجهی رو چین در حوزه مدهای مختلف حمل و نقل و بندر گوادر انجام داده. منتها جریان کالایی که میتونه از بندر چابهار عبور بکنه برای مقاصد ترانزیتی، میشه گفت که آنچنان تداخلی با مسیر بندر گوادر به سمت چین نداره. یعنی اینا میشه گفت محدوده بازار مشترکی که با هم دیگه بخوان رقابت جدی داشته باشن آنچنان شاید مطرح نیست، چون به هر حال هدف چین اینه که از طریق پاکستان یک میانبری رو داشته باشه، یک سری از کالاهاش رو از طریق مرزهای غربیش و پاکستان به بندر گوادر برسونه و بالعکس. منتها ما هدفی که برای بندر چابهار داریم بازار هندوستان هست به آسیای میانه و افغانستان و بالعکس. خب اینها آنچنان تداخلی ندارن بجز حالا دسترسی که میتونه گوادر به افغانستان داشته باشه، که در مجموع اقبالی که تجار افغانی داشتن نسبت به بندر چابهار به مراتب بیشتر از بندر گوادر بوده. من فکر میکنم این دو بندر در کنار هم دیگه میتونن هر کدوم اون در واقع تارگتی رو که برای جذب کشتی و کالا داشتن دنبال بکنن بدون اینکه بازار همدیگه رو بخوان تهدید بکنن. من یه سوالی میخوام بپرسم در مورد بندر چابهار اینه که اصلا بندر چابهار آیا میتونه برای کشور چین برای سرمایه‌گذاری هم جذاب باشه؟ بله، بالاخره چین از نظر اینکه یک طیف گسترده‌ای از صادرات و واردات و مقاصد تجاری داره در اقصا نقاط عالم و در همه جا هم سرمایه‌گذاری انجام داده، حتی در کشورهای آفریقایی و قاره آمریکا، مثلا آمریکای لاتین و اروپا. بنابراین برای چین میتونه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در چابهار هم وجود داشته باشه. بسیار عالی. برمیگردم به محور استانداردسازی و الزامات جهانی. یکی از پیش نیازهای جدی توسعه دریایی رعایت استانداردهای جهانی و انطباق با مقررات بین‌المللی مثل IMO هست. به نظر شما ایران در این زمینه چقدر جدی عمل کرده و اگر در تطبیق با این الزامات ما کوتاهی کنیم چه خطراتی در انتظار بنادر و صنایع دریایی ما خواهند داشت؟ به طور مثال در زمینه سوخت دریایی الزامات قبلی بوده، الزامات جدیدتری هم تصویب شده و ما باید با این نوع الزامات چطور برخورد کنیم؟ الزاماتی که سازمان جهانی دریانوردی IMO اعمال میکنه متوجه در واقع ناوگان کشتیرانی تجاری هست. در واقع کشتی هایی که حمل بار، حالا انواع بار رو حمل میکنن، انواع کالا رو حمل میکنن و کشور ما خب از نظر عضویت در معاهده‌نامه های بین المللی دریایی هم کنوانسیون ها و عضویت در خود IMO کشور پیشرو و مؤثری بوده. در IMO تلاش شده با حضور نماینده دائمی سازمان بنادر در IMO در اجلاس ها ما نقش فعالی داشته باشیم و دبیر کل وقت سازمان بین‌المللی دریانوردی من خاطرم است که بارها در سخنرانی‌هاش و ملاقاتایی که داشتیم
ایران رو به عنوان یکی از کشورها خیلی مؤثر در آیمو علمداد میکرد. ما از نظر عضویت در کنوانسیون ها، از نظر رعایت الزامات کنوانسیون هایی که کنوانسیون های بین المللی دریایی روند خوبی رو طی کردیم. منتها باید تلاش بکنیم که ناوگانمون کماکان منطبق با الزامات بمونن، نواقصشون به حداقل برسه. در حوزه بندر چطور؟ در حوزه بندر خب ما از نظر آیمو آنچنان تحت در واقع مقررات خاصی نیستیم، به جز یه حالا ISPS یا همون آیین‌نامه مرتبط با امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری که آنچنان حالا در قیاس با کنوانسیون ها اهمیت زیادی نداره، چیزی متوجه بنادرمون نیست. بیشتر بحث ناوگان هست. بحث سوخت رو که مطرح فرمودید نکته خیلی مهمیه. اینکه ما باید بتونیم سوخت کم سولفور رو که از ابتدای سال 2020 اجباری شده نه تنها برای ناوگان خودمون تأمین بکنیم و در بنادرمون قابل ارائه باشه، بلکه بتونیم به ناوگان متقاضی، کشتی‌های حالا ورودی خارجی متقاضی هم این امکان رو داشته باشیم که براشون سوخت کم سولفور تأمین بکنیم. این خودش باعث میشه که جاذبه و رقابت پذیری بنادرمون ارتقا پیدا بکنه. بنابراین باید نقیصه تولید کافی و مورد نیاز سوخت کم سولفور که الان در کشور باهاش مواجه هستیم و برای کشتی‌ها هم اجباری و الزامی هست این رو برطرف بکنیم. یعنی بتونیم فراتر از نیاز ناوگان خودمون به ناوگان بین‌المللی هم سوخت کم سولفور بدیم و اون بحث بانکرینگ هم به هر حال رشد پیدا بکنه، سوخت رسانی، که البته خب مباحث و مسائل تحریم متاسفانه روی همه این موضوعات سایه میندازه. خب تو بحث بندری ما در همین سالی که داریم میگذرونیم متاسفانه حادثه آتش‌سوزی بندر عباس رو داشتیم. فارغ از حالا این حادثه و این حادثه خاص، ما چطور میتونیم با استانداردسازی و رعایت استانداردها و الزامات جهانی از این دست موارد جلوگیری کنیم؟ کالاهایی که وارد بنادر میشه و اون مکانیزم ورود و خروج و نگهداریشون تابع یه سری معیارها و استانداردهایی هستن که حالا اگه نگیم بین‌المللی ولی بالاخره یک سری معیارهای شناخته شده و استانداردهایی که لازم و رعایت است و معمولا تو همه بنادر دنیا رعایت میشن. ما نمیتونیم بگیم مثلا بنادر تجاریمون مثل بندر شهید رجایی، بندر امام، بوشهر، چابهار، سایر بنادرمون از نظر دارا بودن زیربناها و تأسیسات و تجهیزاتی که اونها رو به عنوان یک بندر استاندارد بشه شناسایی کرد دارای نقیصه‌ای هستن. مهمترین موضوع اینه که در فرایندها و رویه‌های اجرایی به گونه‌ای عمل بکنیم که اولا پیشگیری بشه از بروز حوادث. هر چقدر که بنادر دارای امکانات پیشرفته هم از نظر تأسیسات و زیربنا هم واکنش یا پاسخگویی به شرایط اضطرار باشن، در صورت بروز حادثه شما نمیتونید تضمین بکنید که آثار و تبعات ناشی از این حوادث و خساراتی که به بار میاره کم و قابل چشم‌پوشی باشه. بنابراین تلاش باید همواره بر این باشه که ما از نظر اقدامات پیشگیرانه به گونه‌ای عمل بکنیم که ریسک بروز حوادث توی بنادرمون به حداقل برسه. اگه کالایی خاص هست، خیلی خاص هست و تهدیدی میتونه باید متوجه بندر بکنه، اولا که وظیفه صاحب اون کالا هست که تمام جزئیات مربوط به کالاش رو به درستی اظهار بکنه و اجازه نده که این به واسطه مثلا چنین سهل‌انگاری مابقی کارگزاران بندری و صاحبان کالا متضرر بشن. و خب طبعا مکانیزم‌های کنترلی برای این موضوع هم به دقت وجود داشته باشه و در رابطه با واکنش و پاسخگویی به شرایط اضطرار هم طبعا ما نیاز داریم که برای انواع در واقع حوادثی که محتمل هست در بنادر اتفاق بیفته طرح‌های اقتضایی داشته باشیم. مطابق با اون طرح‌های اقتضایی وظایف و مسئولیت‌های همه بخش‌ها و گروه‌ها مشخص باشه، تجهیزاتی که باید فراهم باشه، تیم‌هایی که باید آموزش دیده باشن و تمرین بر اساس یا مانور بر تمرین و تکرار تمرین‌ها بر اساس اون طرح اقتضایی برای اینکه در شرایط بروز حادثه آمادگی برای واکنش مناسب
وجود داشته باشه. من برداشتم این هست که ما از نظر دارا بودن تجهیزات واکنشی مقابله با شرایط اضطرار، مخصوصا با تجهیزاتی که طی سالهای اخیر سازمان بنادر و دریانوردی برای مقابله با حریق اضافه کرده به تجهیزات قبلیش و همچنین شناورهای آتشخواری که در بنادر هستن و به مرور اضافه شدن، سعی کردیم که در واقع بنادرمون رو به جایگاهی برسونیم که ریسک قدرت در واقع و توان مقابله ایمون رو و واکنشمون رو ارتقا بدیم. منتها بعضی وقتا خب یک کالای خاص با شرایط خاص ممکنه حوادثی رو به وجود بیاره که شما در صورت دارا بودن تمام این الزاماتی که اشاره شد دچار یک غافلگیری بشید که اصلا خسارات اهم از حالا مالی و جانی واقعا غیر قابل اجتناب باشه. و ای کاش که من بازم برمیگردم به همین موضوع که کالایی که خاص هست باید حتما به طور خاص باش برخورد بشه و چه بسا اصلا نیازی نباشه که در یک بندری مثل شهید رجایی اجازه داده بشه که چه این کالایی وارد بشه. مطمئنم اگر که اون عوامل اجرایی مطلع بودن از نوع کالای خاصی که حالا دچار حادثه شده، طبعا ترتیبات و تمهیدات بیشتری براش یا ما تجهیزات کافی برای شناسایی و دسته‌بندی کالاها داریم جز اظهار خود صاحب کالا؟ ببینید در عمدتاً در همه جا به این صورته که با توجه به حجم بالای کالایی که وارد بنادر میشه، خب طبیعتاً ما یه چیزی حدود شاید 50 میلیون تن کالا، بالغ بر 50 میلیون تن انواع کالا وارد بندر شهید رجایی میشه سالانه یا خارج میشه و در مجموع برای همه بنادر اون یه چیز حدود 150 میلیون تن که این میتونه تا 300 میلیون تن در سال هم برسه. طبعا اگه بنا باشه که فارغ از خود اظهاری صاحبان کالا بخواد دانه به دانه و بسته به بسته، کانتینر به کانتینر تمام جزئیات اینها راستی آزمایی بشه، در خود فرایند بندری اختلال جدی ایجاد میشه و در هیچ جای دنیا اینجوری نیست که دونه دونه بخوان همه چی رو کنترل بکنن. بنابراین بخش مهمش برمیگرده به این که خود صاحبان کالا زینف اصلی سلامت و ایمنی عملیات تو بنادر هستن و به گونه‌ای عمل بکنن که ریسک حوادث به حداقل برسه. سالاست که بحث مدیریت یکپارچه دریایی مطرح شده. شما فکر میکنید ما تونستیم به یک مدل منسجم در این حوزه نزدیک بشیم یا هنوز فاصله زیادی داریم؟ اگر منظور یک ساختاری هست که در واقع به صورت مرکزی تولیت کل بخش دریایی کشور رو به عهده داشته باشه، من خودم منتقد چنین روی کردی هستم و در همون کتاب توسعه دریایی از ایده تا عمل هم که شما اشاره فرمودید به همین موضوع پرداختم. در یکی از فصولش مطالعه تطبیقی انجام دادم مبنی بر این که کشورهایی که از نظر دریایی توسعه یافته شناخته میشن در اروپا، در آمریکا، در آسیا، ساختار سامانگری بخش دریاییشون به چه صورت، تولیت بخش دریاییشون به چه صورت است و خروجی این مطالعات این نیست که در این کشورها که مثلا در آسیا، ژاپن، کره جنوبی و چین و سنگاپور من بررسی کردم، در اروپا، آلمان، هلند، بریتانیا و در قاره آمریکا خود ایالات متحده رو بررسی کردم، هیچ کدوم از اینا واقعا یک ساختار واحد متمرکزی برای مدیریت بخش دریاییشون وجود نداره. سازمان‌های مستقلی هستن، وزارتخونه‌های مختلف که هر کدوم یه بخشی از فعالیت‌های متنوع دریایی تحت مسئولیتشون هست. بنابراین من به نظرم میرسه ما اگر از اختیارات و توان و امکانات و قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های دریاییمون دارن در حوزه تخصصی خودشون همین‌ها رو به صورت بهینه ما بتونیم بهره برداری بکنیم، نمیشه گفت که از نظر سازماندهی کلان دچار نقیصه و مشکل هستیم. خب مثلا کشور آمریکا با نهادهای مثل مارات حکمرانی دریایی خودشون رو تقویت میکنن. ایران هم آیا نیاز به بازطراحی نهادی داره یا حالا بر اساس صحبت خودتون چه مدلی در پیشنهادی برای شما برای کارآمد کردن این حوزه هست و وجود داره؟ والا من تصورم اینه که هیچ کدوم از حالا به جز سازمان بنادر و دریانوردی که بر اساس آیین‌نامش اداره امور بنادر بازرگانی کشور و
کشتیرانی تجاری کشور رو به عهده داره و مال کشور هم هست، نه تنها بنادر تحت مسئولیت و مدیریت و مالکیت خودش یا ناوگانی که تحت مالک، چون سازمان بنادر که ناوگان تجاری نداره، ناوگان خدماتی داره تو بنادر سرویس میده. بنابراین این مرجع کلان دریایی کشور باید بتونه بدون هر گونه تداخل و مداخله سایر دستگاه در ایفای وظایفش بتونه به خوبی وظایفش رو انجام بده، از جنبه توسعه ناوگان، توسعه بنادر، توسعه ناوگان که منظورم مکانیزم‌های حمایتی توسعه ناوگان و استانداردسازی، دریانوردان و امثالهم. این سازمان میتونه در واقع به عنوان جایگاه اصلی توسعه دریامحور کشور باشه. در کنارش خب ما مثلا صنایع دریاییمون طبعا تمرکزش در وزارت سمت و اون دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی هست. اونها میتونن صرفاً تمرکزشون رو روی بخش صنایع دریایی داشته باشن. وقتی اون کشتی ساخته بشه باز سر و کارش یا در حین مراحل ساخت یا مجوزاش با سازمان بنادر هست برای صدور گواهینامه‌اش. و به همین ترتیب مثلا شیلات و آبزی پروری و صیادی یک فعالیت تخصصی در حوزه به هر حال بخش کشاورزی محسوب میشه، ولی ناوگان صیادی و دریانوردانی که بر روی ناوگان صیادی کار میکنن باز اینا باید تابع مقررات و الزاماتی باشن که سازمان بنادر و دریانوردی اعمال میکنه. بنابراین به نظر من مدلی که میشه ما برای بخش دریایی متصور باشیم و به دنبال ایجاد ساختارهای جدید که بعضا ممکنه منجر به هزینه‌ها و باز گرفتاری‌های جدیدی بشه، همین ساختارهایی که وجود دارن در حیطه وظایف و مسئولیت‌های خودشون مبتنی بر طرح‌های بلند مدت فعالیت بکنن و در واقع بتونن جایگاه خودشون رو ارتقا بدن. همینا میتونه در مسیر توسعه دریامحور کشور خیلی مؤثر و مفید باشه. خب دقیقاً نکته همینه. خب ساختار مختلف هستن، وظایف و حیطه‌های خودشون رو هم دارند، اما گاهی به علت نبود یک برنامه منسجم دیده می شود که وظایف و حیطه‌ها دچار تداخل و تناقض میشه. اون برنامه توسعه دریایی اصلی رو باید چطور پیاده کرد و این سازمان ها رو زیر بار این برنامه برد؟ من فکر می‌کنم محورهای نوگانه توسعه دریامحور که سال گذشته ابلاغ شد، اگه اشتباه نکنم بله پارسال بود یا سال ما قبلش بود که ابلاغ شد، اون سال 402 بله آبان ماه 402 اگه اشتباه نکنم محورهای نوگانه‌ای که ابلاغ شد. خب این یکی از مواردی که ذیلش تمام این دستگاه‌هایی که ذی مدخل هستن در حوزه‌های مختلف دریایی میتونن وظایف برای خود، یعنی باید وظایف برای خودشون تعریف کنن، چون اون یک سری به هر حال اهداف کلان توسعه دریامحور است. در علاوه بر اون در برنامه هفتم توسعه هم باز تکالیفی مشخص شده. یعنی ما از نظر اسناد کلان بالادستی که برای بخش دریاییمون اهداف مشخصی رو تعیین کرده باشه نمیشه گفت که نقیصه جدی داریم. مهم اینه که بتونیم روی اینها تمرکز داشته باشیم، منابعش رو تامین بکنیم، تداخل در وظایف همدیگه نداشته باشیم و هم افزایی داشته باشیم که بتونیم به همه این اهداف برسیم ان شاءالله. درباره مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اونم باز زیاد صحبت میشه این روزها. تجربه ایران در این زمینه رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون چه خلاهایی وجود داره؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین و شاید بشه گفت که بهترین اسناد بالادستی که در حوزه مدیریت سواحل و بنادر کشور تولید شده و در منطقه هم شاید بشه گفت یکی از معدود مواردی باشه که تونسته با این کیفیت این مطالعات، یعنی این اسناد بالادستی رو در واقع جمع‌بندی بکنه. طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور یا ICZM هست که در طول نوار ساحلی اولویت‌های سرمایه‌گذاری و بارگذاری و فعالیت‌ها رو مبتنی بر پیوست‌هایی که این مطالعات داشته که خیلی متنوع بوده، پیوست به هر حال اقتصادی، پدافند غیرعامل، امنیتی، زیست محیطی، همه این جزئیات در اون مطالعات رعایت شده و در مرحله تدقیق هم در مقیاس 1/5000
برنامه عمل برای در سطح شهرستان‌های ساحلی تعیین کرده که اخیراً اینها به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها میرسه. بنابراین ما فکر می‌کنم اگر که به طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به عنوان یک سند بالادستی و مهم در حوزه توسعه نوار ساحلی کشور توجه بکنیم و نسبت بهش تعهد داشته باشیم، میتونیم بگیم که اولویت بندی و استفاده بهینه از نوار ساحلی کشور رو در واقع میتونه تضمین بکنه این طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی. مهم اینه که همه ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که در بخش ساحلی کشور میخوان سرمایه گذاری انجام بدن به طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به عنوان یک سند بالادستی لازم و رعایت توجه بکنن و اون رو در دستور کار خودشون برای برنامه‌های توسعه‌ایشون قرار بدن. بسیار عالی، خیلی ممنون از پاسخ‌های دقیق و شفافتون. میخوام برگردم به سازمان بنادر و دریانوردی. خب به عنوان نهاد حاکمیتی شما در دوران مدیریتتون در سازمان بنادر خودم با چه چالش‌های نهادی و ساختاری روبرو بودید و شرکت‌های خصوصی رو می‌خوایم بدونیم در چه میزان نقشی داشتن برای رفع این چالش‌ها و چه کمک‌هایی میتونستن به این نهاد داشته باشن؟ ببینید، یکی از ظرفیت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی آیین‌نامه‌ای هست که این سازمان داره، آیین‌نامه تأسیسش هست که اختیارات بسیار مناسبی رو به این سازمان داده برای اینکه بتونه مخصوصاً بنادر رو توسعه بده و تجهیز کنه و این امکان براش فراهم هست که به راحتی بخش خصوصی رو بتونه دعوت بکنه برای سرمایه گذاری در بنادر. خب یکی از ظرفیت‌های مهمی که ما ازش بهره بردیم در قالب همین آیین‌نامه سازمان این بود که تونستیم یه حجم خیلی بالایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی رو تو بنادر جذب بکنیم. اگر اشتباه نکنم در اون مقطع بالغ بر 300 شرکت و شاید 35,000 نفر اشتغال مستقیم ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی تو بنادر بود و کماکان هم خب این تداوم داره. منتها یکی از چالش‌ها این بود که مثلا تحت فشار قرار دادن سازمان بنادر و دریانوردی برای اینکه این ظرفیت‌های قانونی رو که داره محدود بکنن، یه مقداری نذارن که سازمان بنادر بتونه راحت مثلا سرمایه گذارها رو جذب بکنه، باشون مذاکره بکنه و بتونه هرچه بیشتر از منابعشون بهره ببره برای ایجاد ظرفیت‌های جدید. امیدوارم که سازمان بنادر در دوران مدیریت فعلیش بتونه از این ظرفیت‌های قانونیش استفاده بهینه ببره برای اینکه سرمایه‌گذارها رو متقاعد بکنه بیان تو بنادر کما فی سابق سرمایه گذاری انجام بدن، مخصوصا برای تجهیزات جدید و بروز. بعضا حتی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در زیربناهای بندری هم سرمایه گذاری بکنه، کما اینکه این اتفاق افتاد در دورانی و بعضی از زیربناهای بندری رو بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد. بنابراین من فکر میکنم اگر چنانچه در سازمان بنادر بهش اجازه داده بشه که از ظرفیت‌های قانونی متکی به آیین‌نامه‌اش بهره ببره و بتونه سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر جذب بکنه، ما به حداقل منابع عمومی، منابع یا درآمدهای خود سازمان برای توسعه نیاز خواهیم داشت و همه رو میتونه بخش خصوصی تامین بکنه که البته خب این یک چالشیه که باید مدیریت بشه. همه چیز متاسفانه هر چالشی، حالا شما چون به چالش اشاره کردین، همه این موارد تحت شعاع تحریم قرار، یعنی تحریم در رأس تمام موارد مرتبط با بنادر قرار میگیره. وقتی که ما نتونیم خطوط کشتیرانی، مخصوصا خطوط کشتیرانی لاینری رو بدون محدودیت پذیرش داشته باشیم و بنادرمون تردد نداشته باشن، خب ظرفیت هامون خالی میمونه. ظرفیت که خالی بمونه انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، توجیه پذیری سرمایه گذاری ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما باید به دنبال این باشیم که انشالله در حداقل زمان ممکن تحریم هایی که متوجه این بخش شده و واقعا از نظر قانونی هم بر اساس مقررات موجد سازمان بنادر و سازمان بین‌المللی دریانوردی مشروع نیست. یعنی در واقع کشورها باید بتونن آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیتی از مواهب تجارت و حمل و نقل دریایی بهره ببرن. تحریم هایی که متوجه این بخش شده با کنوانسیون موجد سازمان بین‌المللی
همون IMO در مغایرت هست و ما در همون مقطع هم که این موضوع رو به صورت حقوقی پیش بردیم که باید بهش رسیدگی بشه. منتها خب چون سازمان بین‌المللی دریانوردی یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد هست، معمولا سعی میکنه که از موضوعات به بهانه ای که این موضوعات ریشه سیاسی داره فاصله بگیره و دخالت نکنه، وگرنه اگر بخواد یک بررسی و رسیدگی دقیق حقوقی انجام بشه، اعمال تحریم بر بنادر و کشتیرانی ما واقعا هیچ وجاهت قانونی از نظر بین‌المللی نداره. در مورد چالش ها که گفتید سوالی داشتم، اینه که با وجود شرکت‌های خصولتی که حالا قدرت‌های زیادی هم دارند، آیا شرکت‌های خصوصی تا چه میزان میتونن وارد میدان بشن و نقش رو بر عهده بگیرند؟ به هر حال شرکت‌هایی که حالا اگه بگیم شرکت‌هایی که سهام مرتبط با دولت هم درشون وجود داره، خب اونا هم ظرفیتی محسوب میشن. به هر حال منابعی دارن که از منظر کسی که مثلا حالا مجموعه‌ای که به عنوان بنادر تجاری مسئولیت داره، وقتی که هر مجموعه‌ای با هر ماهیتی بخواد سرمایه گذاری انجام بده، ظرفیت ایجاد بکنه، این رو باید استقبال کرد. طبیعتاً توان اونها برای سرمایه گذاری‌های کلان خیلی بیشتره و رویکرد باید این باشه که سرمایه گذاری‌های خرد به اونها سپرده نشه، بلکه سرمایه گذاری‌هایی که سطحش خیلی بالاتر هست و نیاز به منابع بیشتری داره رو به اونها سپرد. که من مواردی رو مصادیقی بود از این موضوع که مثلا من عرض کردم شرکت‌هایی حتی در زمینه زیربناهای بندری سرمایه گذاری کردن، دقیقاً مصداقش همین. شرکت‌هایی که سهامداراشون منابعشون از طریق بخش‌هایی از دولت تأمین می‌شد، اون بالاخره ظرفیتی بود که تونست در زمینه زیربناهای بندری هم سرمایه گذاری انجام بده. ولی جا برای همه واقعاً توی بنادر هست. مهندس راستاد، با وجود توسعه بنادری در اطراف ایران مثل بندر فاو، این توسعه چه تأثیری بر بنادر ایران میتونه داشته باشه؟ ببینید هر ظرفیت جدیدی یعنی میتونه یه بخشی از کالا رو جذب بکنه و اگر تو اون مسیرها مثلا مسیر عراق که حالا بحث توسعه بندر فاو هست، اگر از ظرفیت‌های ما استفاده می‌کرده با بهره برداری اونجا، خب طبیعتاً اون ترافیک کالا به سمت خودشون جذب میشه. منتها و به طور کلی حالا من اشاره کنم، هر ظرفیتی که در پیرامون ما ایجاد میشه، کشورهای پیرامون ما، یک رقیب بالقوه ایجاد میشه که ما در شرایطی که تحت تحریم نباشیم باید تلاش بکنیم که رقابت پذیری بنادر خودمون رو ارتقا بدیم و سهم بیشتری از کالاهایی که در محدوده بازار مشترک این بنادر منطقه قرار داره به سمت خودمون جذب بکنیم. اما بعضا در رابطه با توسعه ها شاید اغراق آمیز قضاوت میشه، مثل همین بندر فاو و اون کوریدوری که به سمت شمال مد نظر هست. خب این باز مثل همون مثال گوادر که خدمت شما عرض کردم، بازار خاص خودش رو داره، یعنی الزاماً نمیتونه تهدیدی متوجه فعالیت‌های بندری و ترانزیتی ما باشه. ما اگر بهترین مسیر و کوتاه‌ترین هم داشته باشیم که داریم برای خیلی از کالاها و مسیرها، منتها کیفیت پایین باشه، سرعت پایین باشه، هزینه بالا باشه، صاحبان کالاهای ترانزیتی ترجیح میدن برن به مسیرهای طولانی‌تر که این نقایص درش وجود نداشته باشه. پس بنابراین ما باید تلاش بکنیم که مسیرهای خودمون رو بهبود بدیم در تمام شقوق حمل و نقلی که میتونه دالانهای ترانزیتی ما رو پوشش بده. از نظر دسترسی، الا بخوایم مزیت‌های طبیعی رو بررسی بکنیم بندر فاو نسبت به بنادر ما، خب ما در ابتدای ورودی در واقع خلیج فارس مهمترین بندر تجاری کانتینریمون قرار داره که برای خطوط لاینری اگر باز تحت تحریم نباشیم جذابیت بیشتری داره تردد به اون بندر تا رفتن به منتهای علیه خلیج فارس که بندر فاو هست. به هر حال مسیر اصلی تجارت شرق به غرب از چین به اروپا، دسترسی اون مسیر دالان اصلی تجارت دریایی به چابهار و شهید رجایی و حتی بندر امام مناسب تره تا بندر فاو. این یک مزیت طبیعیه که ما داریم. از نظر عملیاتی خب طبیعتاً ما باید تلاش بکنیم که بهره‌وری و کیفیت بالاتری عملیاتمون داشته باشه، یعنی از اون بابت
نتونه بندر فاو رقابت بکنه. و در مجموع من فکر میکنم که هر ظرفیتی که ایجاد میشه، ضمن اینکه باید نگاه بکنیم که یک رقیب بالقوه محسوب میشه، اما در نظر داشته باشیم که مسیرها برای کالاهای مختلف متفاوت هست. یعنی وقتی که ترکیه از خط ساحلی جنوبیش به مدیترانه بنادری داره که میتونه از طریق مسیر تجارت غرب به شرق فعلی با حمل دریایی که به واسطه بهره‌گیری از مزیت مقیاس قیمت تمام شده پایین تری داره، چه لزومی داره که کالای وارداتیش رو مثلا بیاره از طریق یک بندر در انتهای خلیج فارس، بندر جدید، بعد تغییر شیوه حمل و نقل بده به زمینی یا ریلی، از اونجا به ترکیه ببره که قیمت تمام شدهش طبعا بیشتر میشه نسبت به مسیر دریایی. بنابراین ارزیابی و قضاوت نسبت به جایگاه کریدورهای جدید و بنادر جدید و تهدیدی که میتونن نسبت به بنادر ما داشته باشن باید خیلی واقع بینانه و به دور از اغراق باشه. الان طی حالا ماه‌ها و سال‌های اخیر نسبت به توسعه بندر فاو و تأثیراتش به نظرم میرسه که خیلی اغراق میشه. اگر من تو این حیطه‌ای که گفتید سوالی داشته باشم، میخوام بپرسم که کریدور شمال جنوب که برای ایران وجود داره به نظر شما یک فرصت تاریخی خواهد بود یا یک حسرت تاریخی؟ خب قطعاً که نمیتونه حسرت تاریخی باشه. بالاخره این ظرفیتیه که ما داریم و موافقتنامه‌ای که برای برقراری این کریدور وجود داشته بین کشورهایی که در مسیر قرار دارن. منتها همونطور که عرض کردم همش برمیگرده به این که ذینفعان این کریدورها، کشورهای ذینفع و ما که به نوعی میشه گفت در مرکزش قرار داریم، به چه طریق بتونیم کیفیت خدمات خودمون رو، سرعت خدماتمون رو، قیمت ارتقا بدیم و قیمت تمام شده رو کاهش بدیم. و اینا هست که میتونه در واقع این کریدور رو برای ما به یک کریدور در واقع طلایی برسونه، یک جایگاهی که بتونه درآمد و اشتغال ایجاد بکنه و جریان ترانزیت کالا رو به صورت ثابت و مداوم نگه داره و روند رو به رشد هم داشته باشه. من اگه اجازه بدید دقیقاً سوالم همینه که آیا ما به این کریدور به چشم یک فرصت طلایی که گفتید نگاه کردیم و تونستیم تمام امکانات خودمون رو تو این راستا برای جذب این فرصت به کار ببریم؟ اگر هم در ذهنمون این بوده که فرصت طلایی هست، نحوهی که باهاش برخورد داشتیم و امکاناتی که فراهم کردیم و نوع مدیریت کریدور به گونه‌ای نبوده که ما بتونیم بهره گیری مناسب ازش داشته باشیم. بنابراین باید در سیاست هامون برای استفاده از این ظرفیت تجدید نظر کلی بکنیم، دقیقاً بررسی کنیم، نقایصمون رو شناسایی بکنیم، از الگوهای منطقه‌ای و جهانی موفق بهره ببریم که بتونیم از این ظرفیت استفاده بهینه بکنیم. پیشنهادات عملی و اجرایی شما به حداقل رسوندن هزینه‌ها، به حداکثر رسوندن زمان و کیفیت. طبیعتاً یک کالای ترانزیتی که از یک دالان میخواد عبور میکنه باید حداقل کنترل رو در مبادی داشته باشه برای اینکه سرعت بالا بره. همه اینها رو ما باید به گونه‌ای مدیریت بکنیم که عرض کردم به اون معیارهای قابل پذیرش بین‌المللی نزدیک بشیم و در این صورت هست که میتونیم از کریدور استفاده بهینه ببریم. به عنوان سال آخر، آینده بنادر ایران در کریدورهای بین‌المللی رو چطور می‌بینید و توصیه شما به مدیران جوان حوزه بنادر و دریانوردی و دریایی برای آینده چی هست؟ خداوند به ما نعمت‌های زیادی داده، موقعیت جغرافیایی مناسب که به هر حال دسترسی خوبی به آب‌های آزاد داریم. در شمال کشورمون مناطقی هستن که محصور در خشکی هستن یا به آب‌های آزاد دسترسی ندارن. اینا همه چشم‌اندازهای روشنی هست که متوجه بخش دریایی ما هست. ما توسعه ظرفیت دادیم، مازاد بر بهره برداری داریم، الان در واقع ظرفیت تو بنادرمون هست. امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌های غیر قانونی این ظرفیت‌ها به صورت بهینه و کامل ازشون استفاده بشه.
ما باید آمادگی داشته باشیم برای اینکه در صورت برداشته شدن محدودیت‌ها و تحریم‌ها بتونیم بدون غافلگیر شدن از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه رو ببریم و طبعا تمام کسانی که در این صنعت فعال هستن باید تلاش بکنن که خودشون رو به روز نگه دارن، با انگیزه، جدیت، احساس مسئولیت در حیطه وظایفشون فعالیت کنن. هر کسی که ذی‌نفع هست در خدمات بندری، ذی‌مدخل هست و میتونه کمک بکنه، با انگیزه و جدیت نگاه بکنه و انشالله آینده در واقع توسعه دریا محور کشور تا حد زیادی به واسه همین رونق بنادر متکی هست که ما امیدواریم انشالله با رفع محدودیت‌ها و البته آمادگی‌هایی که باید ایجاد بکنیم و بهبود فرآیندهامون و رفع مشکلات و نقایصمون بتونیم از این فرصت بسیار طلایی استفاده بهینه رو در آینده ببریم انشالله. بسیار عالی. خیلی ممنون جناب مهندس که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و در این گفتگو شرکت کردید. با تشکر از شما مخاطبین عزیز، با ما سی ایران همراه باشید. سی ایران، روایتگر توسعه دریایی ایران.